میخوای صدات شفافتر، قوی‌تر و پر انرژی‌تر باشه؟ امروز میخوام بهت یاد بدم چجوری فقط تو 8 دقیقه صبح صداتو مثل یه خواننده حرفه‌ای گرم کنی. پس همین الان همه چیزو بذار کنار رو با من شروع کن. بهت قول میدم بعد از چند روز وقتی میخونی یا حرف میزنی خودت هم از شنیدن صدای خودت تعجب کنی. پس بزن بریم سراغ اولین قدم. وکال ساز. ببین صبح که از خواب بیدار میشیم تار صوتی سفت و خشکن. اگه بدون آماده سازی ازشون استفاده کنیم هم زود خسته میشن هم ممکنه آسیب ببینن. ولی فقط چند دقیقه تمرین ساده میتونه جریان خون حنجره رو بیشتر کنه، گرفتگی و خشکی صدا رو از بین ببره و مهمتر از همه صداتو برای کل روز شفاف و آماده نگه داره. پس اگه به صدات اهمیت میدی هر روز صبح این تمرین‌ها رو با من انجام بده. برو بریم. میدونی که بدن باید قبل از صدا بیدار بشه. با چند تا حرکت کششی سعی می‌کنیم تنش‌ها رو از بدن اون دور کنیم. قبلا یه ویدیو برای گرم کردن بدن قبل از خوندن ساختم که لینکش رو این بالا برات میذارم. سعی کن حرکت‌ها رو خیلی نرم و بدون فشار انجام بدی. فقط می‌خوایم بدنمون رو بیدار کنیم، جریان خون رو ببریم بالاتر، تنش رو از عضلاتمون بگیریم و آماده بشیم واسه خوندن. حالا بریم سراغ تمرین تنفس. 3 ثانیه دم از بینی، 3 ثانیه نگه می‌داریم، 3 ثانیه بازدم از دهان. بریم. سعی کن با شکم نفس بکشی، نه با سینه. برای کنترل هوا از عضلات شکم و پهلو استفاده کن، نه از گلو. یه بار دیگه. باید هوا رو با بدنت کنترل کنی. فشار به گلو اشتباهه. یه بار دیگه. یه ویدیو درباره نحوه صحیح تنفس دیافراگمی ساختم که لینکشو این بالا برات میذارم. این کار مثل روشن کردن موتور صدات میمونه. حالا میریم سراغ اولین تمرین صوتی. لبا رو آروم ببند، صدا کم فشار و سبک. یادت باشه هر جا احساس کردی نوتا تو رنج صدات نیست، صبر کن و تو ادامه همراه شو. اگه حرکت رو درست انجام بدی پشت لبات احساس لرزش میکنی. خیلی مهمه که در راحت ترین حالت ممکن بخونی. هر نوع فشاری به صدات اشتباهه. ترجیحاً از بینی نفس بکش. لبا و دندونا رو هم فشار نده. یا ایستاده تمرین کن یا صاف بشین و تکیه بده. شونه ها نباید به جلو خم بشن. بهترین زمان انجام این تمرین‌ها 1-2 ساعت بعد از بیدار شدنه. حالا با ما برمیگردیم. عضلات فک و صورت رو سفت نکن. تو این حرکت لب‌ها فعالتر از فک هستن. ولوم تقریباً 3/10. سعی کن ولوم یک نواخت نگه داری. صدا نباید کم و زیاد بشه. آب ولرم کنار دستت باشه بین تمرین استفاده کن. بیش از حد آب مصرف نکن چون باعث رفلکس معده میشه. فقط میخوایم تارای صوتی مرطوب باشن. یه کوچولو سرعت رو میبریم بالاتر. حواست باشه زبونتو نبری عقب.
اندازه باز نشه. خیلی ریلکس و راحت. هر جا احساس فشار کردی دیگه نخون. نوتا که میره بالاتر سعی کن به هد وایس نزدیک بشی. خیلی سبک و راحت بخون. فشار هوا نباید زیاد بشه. حالا با او برمیگردیم. وارماپ صبحگاهی یکی از بهترین عادت‌ها برای خواننده است. فقط خیلی مهمه که بدون فشار انجام بشه. هر روز صبح این تمرین رو با من انجام بده تا تأثیرش رو ببینی. هفته یه روز به ستات استراحت بده. صدا نباید بشکنه. حالا وقتش الگو رو عوض کنیم. خیلی ریلکس و راحت بدون هیچ فشاری. اینجاشو که عالی اومدی. دیگه بریم برای آخرین حرکت. رزونانس بین سر و سینه دائم جابجا میشه. برای آرامش نهایی حنجره چند تا حرکت گریساندو انجام میدیم. حالا یه نفس عمیق، یه بازدم طولانی و رها کردن. حالا دیگه صدات آماده است.
خسته نباشی. امروز اولین قدم رو برای مراقبت از صدات برداشتی. اگه هر روز این تمرین رو انجام بدی، کمتر از یه هفته متوجه میشی صدات شفافتر، انعطاف پذیرتر، قوی‌تر شده. حتما کانال رو سابسکرایب بکن که هر روز صبح این تمرینا رو با هم دیگه انجام بدیم. یکی دیگه از راههای مراقبت از صدا سرد کردن صداست که ویدیوشو اینجا برات گذاشتم، حتما نگاش بکن. لایک و کامنت یادت نره. تا فردا.